اومدش. خیلی خوش اومدی. به 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 به. دانیال این کیه؟ این مکانیک سیارمه، باش قرارداد دارم. تیپ گو وقتی می‌خری باید با یه مکانیک هم قرارداد داشته باشی. تیپ دو نگیر مهدی تیپ دو نیست، تیپ گوه. نگیر مهدی. مهدی دیشب تصمیم دینام عوض کردم، صبح خود دینام سوخته. مهدی میفهمی؟ دانیال چی شده داداش؟ مهدی خوشحال بودم 206 دارم، دیشب با 111 انداختم رفت نموند، غیب شد. مهدی این تیپ گوه نه تیپ دو. استارت بزن دیگه. مهدی استارت نمیخوره. مهدی اینو شبا پارکش میکنم تو خونت، میشینه فکر میکنه صبح چجوری روشن نشه منو اذیت کنه. مهدی این شعور داره، میفهمه چجوری اذیتت بکنه. مهدی این تیپ گو. باز که کاپوتت بالاه تو دنیا. حاجی دوباره سربالایی داشتم میرفتم، این سری مهدی تو ماشین بود، ماشین سنگین شد جوش آورد. این فقط راننده رو زورش میکشه بکشه بالا. تیپ گو. بابا تو که باز کاپوتت بالاه. تیپ گو همیشه کاپوتش بالاست، هیچ وقت پایین نمیاد. اینم مثل لاشخور همش دور ما میچرخه. باز چی شده دانیال؟ بابا اینو من سربالایی دوباره کولر گرفتم، آمپر کشید خاموش کرد. بابا این چه گوییه پژو ساخته. مهدی این باز استارت نمیخوره، باز دینامشه خدا. مهدی چرا 206 همشون چرا عقبشون یه سمتش میسوزه؟ چرا؟ نمیدونم که تو میدونی تو کامنت ها بهم بگو.